جایگاه زنها زمان خدیجه مادرمان. حال برادر عزیز، ما از خوبی دین بیخبریم. گفتی اما عزیزای خدا که کسی ارزان خرد ارزان فروشد، طفل گوهر با قرص نان فروشد. این دین مفت به ما و شما آمده. ما رنج جاهلیت نکشیدیم، پدرهامان رنج جاهلیت نکشید، مادرهامان رنج جاهلیت نکشید، خودمان رنج جاهلیت نکشیدیم، زن و فرزندانمان رنج و جاهلیت را نکشیدن. دین آزاده ما و شما دیدیم، خیال میکنیم که این دین همین تبدست ما و شما آمدگیه. حبیب خدا را همسرش از دنیا گذاشت. خدیجه مادرمان رضی الله عنها جایگاه زن در جامعه انسان حساب نمیشد. حبیب خدا به خاطر گذشت همسرش همون سال عام الحزن نام کرد، سال غم نام کرد، به خاطر قدر زنها، به خاطر ارزش زنها، به خاطر ارزش همسر. این راه ها بود، این عامل ها بود که برادر عزیز در ظرف 23 سال تمام دنیا دین پیغمبر ما و شما دین اسلام قبول کردن. این عامل ها بود. همین سالی برادر عزیز عام الحزن، چرا پیغمبر نازنین سال غم نام کرد؟ همین سال غم های پیغمبر به نهایت زیاد شدن برادر عزیز، به نهایت زیاد شدن. اون طرف ابو طالب امکش دفاعش میکرد، بیای دنیا گذشت. خدیجه که همه دردای پیغمبر را میبرداشت صلی الله علیه و سلم، همه غمش پیغمبر و همه خدیجه مادرمان میگفت. به جای غمدار میشد، زید میشد، آزارش میدادن، اذیتش میدادن. میامد داروی درمانش همین همسر زیباش بود. از هر طرف دشمنای دیگر اذیت ها را زیاد کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سال را عام الحزن نام کرد، سال غم، سال اندوه. دوستان عزیز، همین غم پیغمبر سبب شد که صلی الله علیه و سلم خداوند مهربان پیغمبر نازنین معراج و سفر معراج و دعوت به مهمانی کرد برادر عزیز. اکنون آیه هایی را که خواندم ترجمه این آیه ها را میکنیم، میریم به سفر معراج برادر عزیز. خداوند مهربان حبیب نازنین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین گفت. حبیب من، ما تو را برای عالمیان، نه تنها برای مسلمان ها، برای عالمیان تو را رحمت روان کردیم. تو رحمت هستی که برای همه جوک و جاندار، پرنده و چرنده، انس و جین ملائک تو رحمت هستی. پیغمبر ما و شما را خداوند عنوان رحمت داد. آیه که سوره توبه خواندم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خدای مهربان ما و شما را منت میکنه، امت پیغمبر و همه انسانیت را منت میکنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، از خود شما، از مابین خود شما پیغمبر و شما روان کردم. همچون انسان، یک انسانی را به نام محمد پیغمبر انتخاب کردم و شما روان کردم. عزیز علیه ما عنتم. این پیغمبر برای شما اینقدر دلسوزی بود که اگر یک مشکلی دنیوی در شما اگر پیدا شود، این پیغمبر غم میخوره، این پیغمبر رنج میکشه. اینقدر امت دوستدار بود است پیغمبر نازنین ما و شما برادر عزیز که اگر میدیده یک کس فقیره، یک کس بیماره، یک کس مشکل داره، یک کس درد داره، حبیب خدا می آمده گریه میکرده پیش خدا. امتون در این حاله، خدایا امتون در این حالی از و مشکلات دنیوی. پیغمبر ما فقط برای گور و قیامت و بهشت و دوزخ نیامده. غمخواری ما و شما را به مشکلات دنیا ما. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، برای هدایت شما، برای نجات شما، برای که شما خدا را بشناسید، شما بهشت برید، شما راه راحت بیارید. حریص علیکم
بسیار بسیار به ذوق و شوق و حارسانه تلاش میکرد. نه شب خوابود نه روز خوابود، فقط امت میگفت. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این دو نام برادر عزیز به صفت خدا هست. هیچ پیغمبری به خدا این دو نام نگذاشته، فقط پیغمبری ما و شما. خداوند مهربان ای دوست داری پیغمبری ما و شما نامای خودش در پیغمبری نازنین گذاشت. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبری هست که برای مؤمنان بسیار دلسوزه و بسیار خواهش نیک بودنی این مردم داره. برای نجات بندگان مؤمن هم راحتی دنیاشان هم راحتی آخرتشان در فکر داره. غمی هم راحتی دنیاشان میخرن هم راحتی آخرتشان. زمان غم پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاد شد برادر عزیز. خداوند مهربان به خاطر تسلی پیغمبر، به خاطر خوشحال کردن پیغمبرش، به خاطری که این غمها از قلب پیغمبر تازه شود، رسول اکرم به مهمانی دعوت کرد. عجب مهمانداری، چه مهمانداری زیبای. برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که چه حد است مقام آدمیت. این مقام این پیغمبر نازنین ما و شما برادر است. خداوند مهربان سفر معراج مهمانی دعوت کرد پیغمبر نازنین. جبرئیل روان کرد، دعوتنامه شد. جبرئیل دعوت کرد از نام خدا به سفر معراج و خداوند مهربان به جبرئیل امین گفت جبرئیل به حبیب ما بگو ما زمان بابا آدم خواسته معراج بودیم، معراج دعوت کنیم. او را گفتیم در آسمان ها نام تشریف بگیریم. بابا آدم گفت صفی الله بگوی الله. پاک ای گناه، پاک توبم قبول شده، پاکی از خطاها. آدم صفی الله اعلام کردیم. نوح گفتیم چی نامت بگیریم؟ نجی الله، نجات بخش، نجات دهنده مردم از غرق، از اون طوفان. ابراهیم گفتیم ابراهیم در آسمان ها نام تا چی بگیریم؟ گفت خدایا میخواهم خلیل الله بگوی، خلیل دوست بخوانیم. موسی را گفتیم چیت بگیم؟ گفت کلیم الله. عیسی را گفتیم چیت بگیم؟ گفت روح الله. توی حبیب ما چی بگیم؟ نام تا چی بگیریم؟ کدام نوعی مهمان گفته نامت بگیریم؟ حبیبت بگیم، رسولت بگیم، نبیت بگیم، رحمتت بگیم، چی بگیم؟ دوستان عزیز، تواضع پیغمبر نازنین ما و شما. جبرئیل امین نگاه کرد و جبرئیل از خدا میخواهم بندم بگم، عبدم بگم. تمام اینجا حبیب خدا نقشه زیبا داشت با تواضع و فقط بنده بودم. تمام سفر شروع شد. آیه قرآن از مکه و مسجد الاقصی و از مسجد الاقصی و آسمان ها رفتن به سدرة المنتهی. جبرئیل امین دیگر عقب گشت، سفر ادامه نداد. حبیب خدا گفت جبرئیل چرا تا اینجا با ما بودی عقب ماندی، سفر ادامه نمیدی با ما؟ جبرئیل امین گفت یا رسول الله ما تا همینجا حق داریم، مقام ما تا همینجا دیگه. اوسو اگر یک وجه من حرکت کنم نور الهی مرا پاره میکنه. اونجا هیچ که حق نداره. اون جای جبرئیل نه میکائیل نه اسرافیل نه عزرائیل.